حالا فکر کردین اگه روی سیاره دیگه فرود بیاین چجوری قراره بمیرین؟ خب بیاین یه سفر مرگبار به سیارات مختلف منظور شمسی داشته باشیم. عطارد، اگه رو عطارد فرود بیاین روزاتون خیلی گرمه و جهنمه، به طوری که دما تا 430 درجه میرسه و مثل یک زغال میسوزه، ولی توی شب مثل یک یخ میزنید و دما به منفی 180 درجه میرسه. البته قبل از همه اینا شما خفه میشین چون اونجا هیچ جوی نداره. زهره یه جهنم واقعی. اگه یه لحظه روی زهره باشین همون لحظه پودر میشین. فشار جو انقدر بالاست که شما اصلا نمیتونید پاتون رو بزنید رو سیاره. حدود 92 برابر زمینه. تازه دمای هوا 475 درجه سانتیگراد. پس اگه له نشید اونجا درجا میپزید. مریخ به نظر امن‌ترین میاد ولی گول نخورید چون جو مریخ خیلی نازکه. در همون چند ثانیه اول اکسیژن خونتون تموم میشه و بیهوش میشین. اگه هم زنده بمونید توی سرمایه منفی 63 درجه یخ میمونید. توی سیارات مشتری، زحل، اورانوس و نپتون یکیه چون همشون سطح گازی دارن و مرگ شما خیلی شبیه هم. اگه شما توی یکی از این غولای گازی بپرین هیچ سطحی نداره و شما دائما در حال سقوط کردنه. فشار جو اونقدر زیاده که بدنتون خورد میشه. پلوتو مرگ آروم ولی حتمی. توی سرمایه منفی 230 درجه سانتیگراد بدنتون در چند ثانیه یخ میزنه و میشکنه. ولی چون پلوتو جو نداره قبل از اینکه یخ بزنید از نبودن اکسیژن خفه میشید. و اما میونه زمین، تنها سیاره‌ای که میتوانید تو اون زنده بمونید. پس قدر زمین رو بدونید چون هیچ جای دیگه از این منظومه شمسی حتی 1 دقیقه هم نمیتونید زنده بمونید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.